امروز اومدم مراحل روانخوانی رو بهتون توضیح بدم که دانش آموز پایه اول اگه بتونه این مراحل رو از 1 تا 7 بلد باشه دیگه روانخوانی عادی داره. ببین اولین مرحله اینه که بلند بخون و جایگاه آن را بگو. یعنی مثلا این نشانه اسمش چیه؟ ب غیر آخر، ب آخر، اول، غیر اول. اسم نشانه ها رو همراه با جایگاهشون بگه. مورد بعدی خودت بخون، یعنی فقط نشانه رو بگه. این چیه؟ ت، آ، ا، ب، د، م. مورد بعدی این که چجوری ترکیب شده، یعنی به من بگو با چی ترکیب شده. ب با آ. دا چی بوده؟ د با آ. مثلا د چی بوده؟ د با ا. پس بگه که چجوری ترکیب ساخته شده. حالا ترکیب رو برای ما بخونه. سو، ما، دا، ده. سعی کنید مرتب ترکیب ها رو ننویسید، در هم بنویسید که بچه ها حفظ نکنن. بعد مرحله بعدی برای هر ترکیب یک کلمه بگه. مثلا با ترکیب با کلمه بگو. بابا، بادام، دیگه باد، آباد. اینا رو میتونه بگه. با هر ترکیبی یک کلمه بگه. حالا بیاد کلمات رو سریع بخونه.